به نام خدای بخشنده مهربان. قصه طفل خردسال و پدرش. پدر وقتی که طهارت میکرد و تیاری به مسجد میدید، پسرش پرسید: پدر جان، به کجا می روید؟ پدر گمان کرد اگر مسجد گویم از پسم می رود، به همین خاطر گفت به خانه خدا می روم پسرم. پسر نام خدا را فهمید، در دلش الهام پیدا گشت و گفت: من هم خانه خدا می روم، می خواهم او را ببینم. پدر چندان که بهانه کرد، کودک تیار شد. پدر از دستش گرفته او را به خود به مسجد برد. وقتی که مسجد در آمدن، کودک گفت: همین است خانه خدا؟ پدر گفت: بله پسرم. پسر سوال کرد: پس خدا کو پدر جان؟ پدر گفت: ما خدا را نمی بینیم، بلکه او ما را می بیند. کودک بی‌طاقتی کرده گفت: ای پدر، بیا به پیش خدا رویم. پدر گفت: حال نماز را خوانیم پسرم، پس آن می رویم. مؤذن قامت را گفت. پدر پسرش را به پیشش گذاشت. امام الله اکبر گفت. در دل این کودک هم ترس و هم عشق جوش میزد. بعد شنیدن ربنا ولک الحمد، پرده چشمش گشاده شد و دنیای دیگری را دید. بعد سبحان ربی الاعلی، کودک بی‌طاقت شد. از خانه با نیت پیش خدا می روم گفته آمده بود. بی‌طاقتی کودک در همین بود که کی به پیش خدا می روم. خداوند دعای این کودک را قبول کرد، ناامیدش نکرد، به نزد خود برد. دیگر سرش را از سجده نبرداشت. نمازگزاران نماز را تمام کردند. گفتند: ای فلانی، پسرت خوابش برده است. پدر نگاه کرد، خواب نه، بلکه روح در بدنش ندارد. پدر زیق شد. با نمازخوانان جنازه اش را خواندند. بعد در خاک گذاشتن. پدر آمد، زیق بود، در فکر پسرش خوابش برد. در خوابش دید که پسرش در زانوی راستی رسول خدا صلی الله علیه و سلم شیشته صحبت دارد. پدر چنان خرسند شد. ناگهان در گوشش صدای آمد که ای بنده خدا، که برای جگر بندت محزون گشته ای، بنجای پسرت را در قیامت. این شفاعتگر و فخر تو خواهد شد. برای تو مبارک باد که این فرزند از لقمه حلال به دنیا آمده است. او انتظار پدر و مادر می کشد در جنت. از خداوند متعال خواهان هستیم که برای تمام مسلمانان، خاصتا برای شخصان بی فرزند، فرزندان صالح و صالحه، خدمتگار پدر و مادر و خدمتگار جامعه و مسلمانان بگرداند. آمین یا رب العالمین.